به نام خرد. سلام، من فرزام هستم. همه ما ناپلئون هیل رو با کت و شلوار شیک و کتاب‌های چند میلیون دلاریش میشناسیم. اما امروز می‌خوایم بریم به جایی که هیچ خبری از ثروت نبود. میخوام براتون قصه پسری رو بگم که توی کوهستان‌های وحشی ویرجینیا با یه هفت‌تیر توی کمرش بزرگ شد. کسی که قرار بود یه جنایتکار بشه اما تاریخ رو عوض کرد. خیلی خوش اومدید. داستان ما از سال 1883 شروع میشه. توی یه اتاقک چوبی تک اتاقه وسط فقر مطلق کوههای آپالاش. خانواده هیل نه پول داشتن، نه سواد و نه حتی امیدی به فردا. پدرش جیمز هیل یه آهنگر خشن که زبانش تنبیه بدنی بود و بس. ناپلئون فقط 9 سالش بود که مادرش تنها منبع عشق زندگیش رو از دست داد. بعد از مرگ مادر اون خونه تبدیل شد به یه پادگان جنگی. ناپلئون و 3 برادرش شدن وحشی ترین بچه های اون منطقه. تصورش رو بکنین، یه پسر 11 ساله که به جای مداد اسلحه دستش میگرفت. ناپلئون خودش میگه من یه یاغی تمام عیار بودم. از مدرسه فرار میکردم و مدام با بقیه گلاویز میشدم. پدرش عملاً ازش قطع امید کرده بود. فکر میکرد این 4 برادر ته سرنوشتشون یا چوبه داره یا پشت میله های زندان. اما درست توی اوج این تاریکی یه فرشته وارد زندگیشون شد. نامادری ناپلئون زنی به اسم مارتا. مارتا با تمام آدم‌های اون کوهستان فرق داشت. اون تحصیل کرده بود. روز اولی که وارد خونه شد، پدر ناپلئون بهش گفت مارتا، مواظب این پسر باش. این شرورترین موجود این کوهستانه و شک ندارم تا فردا یه بلایی سرت میاره. اما مارتا نترسید. اون رفت جلو، چونه ناپلئون رو گرفت، توی چشماش نگاه کرد و یه جمله گفت که کل دنیای موفقیت رو پایه‌گذاری کرد. مارتا گفت جیمز، تو اشتباه میکنی. این پسر شرور نیست. اون فقط یه انرژی عظیم و یه ذهن فوق‌العاده باهوش داره که هنوز راهش رو پیدا نکرده. این اولین بار بود که کسی به ناپلئون نگفت بی عرضه. مارتا یه معامله با ناپلئون کرد. بهش گفت اگه اون اسلحه رو بذاری کنار و شروع کنی به درس خوندن، من برات یه ماشین تحریر میخرم. فکرش رو بکنید، توی اون فقر ماشین تحریر یه کالای لوکس و فضایی بود. ناپلئون قبول کرد. اون شروع کرد به نوشتن گزارش برای روزنامه‌های محلی. نامادریش بهش یاد داد که کلمات از گلوله ها قدرتمندترن. اون پسر تیرانداز تبدیل شد به یه خبرنگار نوجوان.
اما فکر نکنید زندگی هیل بعد از اون فقط روی دور تند موفقیت بود. اون در واقع 3 بار ازدواج کرد. اولین ازدواجش با ادیت مور بود که خیلی زود به بنبست خورد. بعدش با فلورانس هورنر ازدواج کرد، زنی که مادر 3 پسرش شد و 28 سال کنار هم بودن. اما توی همین مسیر سخت‌ترین امتحان هیل رقم خورد. تولد پسر دومش بلر بدون لاله گوش و بدون سوراخ گوش به دنیا اومد. پزشکا تیر خلاص رو زدن و گفتن این بچه تا آخر عمرش نه میشنوه و نه حرف میزنه. اما هیل نشست بالای سر گهواره بلر و گفت من این حکم رو قبول نمی کنم. حالا شاید بپرسید مگه میشه بدون گوش شنید؟ راز این ماجرا توی یک پدیده علمی به اسم هدایت استخوانی یا بون کندکشن بود. هیل متوجه شد که اگر ارتعاش صدا مستقیم به استخوان جمجمه برخورد کنه میتونه از گوش میانی رد بشه و مستقیم به عصبهای شنوایی برسه. هیل سالها وقت گذاشت و با فریاد زدن روی استخوان سر پسرش عصبهای خفته اون رو ورزش داد و زنده نگه داشت. اونقدر این کار رو تکرار کرد که بلر فهمید اگه لبه یک صفحه گرامافون رو با دندانهاش بگیره ارتعاشات موسیقی رو مستقیما توی مغزش حس میکنه. وقتی بلر بزرگتر شد با استفاده از همین قانون یک دستگاه تقویت کننده صدا اختراع کرد که به دندانها یا استخوان پشت گوشش وصل میشد. در واقع اون دستگاه صدا رو به لرزش تبدیل می کرد و استخوان جمجمه بلر مثل یک بلنگو عمل می کرد. همین ایمان و مهندسی هیل باعث شد بلر 80% شنواییش رو به دست بیاره، حرف بزنه و بعدها مدیر یک شرکت بزرگ بشه. هیل ثابت کرد فرمولش حتی روی نقص خلقت هم جواب میده. هیل با همین ایمان پولادین پاش به دفتر ثروتمندترین مرد جهان یعنی اندرو کارنگی باز شد. کارنگی به ناپل اون یه مأموریت عجیب داد. گفت 20 سال از عمرت رو رایگان صرف مصاحبه با 500 تا از موفق ترین آدم های دنیا کن تا فرمول موفقیت رو پیدا کنی. ناپل اون هیل در حال این مأموریت رو قبول کرد که خودش توی فقر مطلق بود. تصور کنید اون سالها گرسنگی کشید، مسخره شد و حتی چند بار شکست تجاری سنگین خورد، اما اون یه میراث داشت، ایمانی که نامادریش توی قلبش کاشته بود. توی این مسیر برادرهاش هم راه خودشون رو پیدا کردن. اونها که روزی قرار بود مایه شرمساری خانواده باشن، با تأثیر فرهنگ مارتا هر کدوم تبدیل به آدمهای مفیدی شدن. اما ناپل اون مأموریت بزرگتری داشت. اون 20 سال رو دوام آورد. با توماس ادیسون، هنری فورد و گراهام بل نشست و برخاست کرد.
و بالاخره در سال 1937 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو نوشت. وقتی این کتاب دنیا رو تکون داد، ناپلئون هیل هنوز یادش بود که همه چیز از اون اتاقک چوبی شروع شد. اون می گفت من موفقیتم رو مدیون زنی هستم که وقتی همه من رو بچه بد صدا می کردن به من گفت نابغه. زندگی ناپلئون هیل به ما ثابت میکنه که مهم نیست کجا به دنیا اومدی. تنها چیزی که نیاز داری یه تغییر دیدگاه و یه اشتیاق سوزانه. داستان زندگی هیل داستان پیروزی قلم بر اسلحه هست. داستان تبدیل یه پسر یاغی به مشاور رئیس جمهورهای آمریکا. او به ما یاد داد که ذهن انسان تنها مرز واقعیه. ممنون که این داستان واقعی رو با من شنیدید. یادتون باشه همیشه یه مارتا توی زندگی شما هست، یا شاید خودتون باید اون مارتا باشید. من فرزام هستم. روزگارتون آگاه، مسیرتون هموار، سربلند و موفق باشید.